سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که نسرین عزیز و کامران جان روبروی من نشستین و خوشحالم که دوتاتون توی این جلسه شرکت کردین. ببین، امروز میخوایم که صادقانه و بدون قضاوت گفتگو کنیم تا به درک عمیقی برسیم. نسرین جان، شما گفتی که از صمیمی بودن کامران با زنهای متفاوت داری رنج میبری و حالا که کامران اینجا نشسته میخوام که براش بگی که این موضوع چه آسیبی به تو میزنه. کامران، من وقتی که میبینم با همکارای زنت پیام میدی یا تلفنی صحبت میکنی خیلی احساس بدی میگیرم. احساس میکنم که جای من توی قلبت نیست و این حس اعتماد نابود شده برام. حس میکنم انگار من فقط یه همخونم، نه همسر. این واکنش نسرین الان ناشی از اضطراب ریشه داریه که به تجربه‌های گذشتش گره خورده. در نظریه روابط ابژه‌ای وقتی یه نفر از کودکی یه رابطه ایمن با والدینش نداشته باشه، توی بزرگسالی نسبت به از دست دادن عشق شدیداً حساس میشه. نسرین درگیر ترس رها شدگیه که حالا جلوتر بهش میپردازیم. کامران، واکنشت چیه وقتی که نسرین این حرفا رو میزنه و تو میشنوی؟ احساس نسرین برای چه معنی داره؟ حس میکنی که داره اغراق میکنه، دروغ میگه، غلو میکنه؟ ببینید، من قبل ازدواج خیلی آدم اجتماعی بودم، هنوزم هستم. از نظر من پیام دادن یا چت کردن ساده با همکار خیانت نیست. به نظرم نسرین زیادی حساسه. حس میکنم انگار باید یه آدم دیگه بشم که تو قالب اون باوراش جا بشم. اینجا ما الان با دفاع روانی کامران مواجهیم. اون داره از مکانیسم انکار استفاده میکنه تا نقش اعمال خودش رو در واقع کوچیک جلوه بده. ببخشید که من انقدر صریح صحبت میکنم، اما مهمتر این که کامران درگیر کشمکش بین اصل لذت و اصل واقعیته. اون هنوز این مدل ذهنی مجردی زندگی کردن رو داره برای خودش تداعی میکنه و ازدواج یه ساختاریه که در واقع مستلزم تغییر توی عملکرد فرده. نسرین، تو احساس میکنی نیاز به کنترل همسرت داری و هی باید چکش بکنی یا پشت این کنترل یه ترس پنهانه؟ بله، واقعا احساس میکنم که مجبورم چکش کنم. پیاماش، رفتاراش، انگار همیشه منتظرم یه چیزی کشف کنم، یه چیزی پیدا کنم که نابودم کنه. نمیخوام کنترل کننده باشم، اما ذهنم آروم نمیگیره. همون طرحواره بی‌اعتمادی توی شناخت درمانی. نسرین به طور ناخودآگاه باور داره که اطرافیانش بهش آسیب میزنن حتی اگه شواهد کافی نباشه. ذهنش دنبال خیانت میگرده تا زمانی که این طرحواره شناسایی و اصلاح نشه این اضطراب باقی میمونه. کامران، تو گفتی که نسرین با تو همفاز نیست. میتونی مثال بزنی از جایی که احساس کردی تنها بودی یا درک نشدی یا در واقع اون همفاز بودن رو حس نکردی؟ حقیقتا خب من عاشق سفرم، مثلا عاشق بیرون رفتن، گپ زدن با دوستام، ولی نسرین اهل این چیزا نیست. مثلا من دوست دارم باهاش بیرون بریم با هم دیگه یا با هم فیلم خنده‌دار ببینیم، ولی اون همیشه دغدغش بچه هاست یا کارهای خونه. حس میکنم یار زندگی نیست، فقط مادر بچمه. این گفتار کامران بازتاب بحران نقش ها توی ازدواج. اون دنبال شریک زندگیه که نه فقط همسر بلکه یه همبازی و همدل باشه. وقتی زن صرفاً توی نقش مادر یا همسر سنتی باقی بمونه، مرد احساس میکنه بخشی از هویتش دیده نمیشه. نسرین، آیا فکر میکنی که در طول ازدواج از خودت غافل شدی؟ چقدر برای رشد شخصی یا شادی خودت، حال خوب خودت وقت گذاشتی؟ من همه چیزمو گذاشتم کنار. حتی با اینکه خیلی علاقه داشتم ولی بعد از ازدواج سر کار نرفتم. همه شدم مادر، همسر و مراقب. انگار دیگه خودم نیستم. اینجا با سرکوب میل روبروییم. نسرین برای حفظ خانواده در واقع امیال شخصیش رو سرکوب کرده، اما این سرکوب‌ها باعث خشم پنهون، افسردگی و از بین رفتن شاید میل جنسی یا نزدیکی میشه. زن برای حفظ رابطه باید دوباره با خودش پیوند بزنه و خودش رو پیدا بکنه. کامران، تو هم در طول این سالها از چیزی گذشتی؟ چیزی که برات
مهم بوده اما به خاطر زندگی مشترک کنارش گذاشته باشی؟ شاید آره. مثلا من خیلی دوست داشتم با رفیقام و دوستان بیشتر سفر برم ولی خیلی کم کردم. یا مثلا مشروب رو گذاشتم کنار به خاطر نسرین، ولی نسرین از تنهایی من خوشش نمیاد. حس میکنم هر لحظه باید جواب پس بدم. خیلی خسته شدم، انگار گم شدم. این احساس فرسودگی نقش توی مردای متأهل خیلی شایعه. وقتی مرد احساس ناتوانی توی بیان خواسته‌هاش داشته باشه یا با قضاوت یا با مخالفت روبرو بشه، منزوی میشه، میره دنبال راههای فرعی مثل رابطه‌های بیرونی یا وابستگی به همکار و همکلاسی و دوست و اینها. نسرین، بچه‌تون قراره توی این فضایی که شما درست کردین توی این رابطه بزرگ بشه. از این بابت نگرانی؟ چه کاری میتونی بکنی که اون شبیه الگوی تکرار شونده تکرار نشه؟ راجع به بچت بهمون بگو. خیلی میترسم. من نمیخوام پسرم فکر کنه که زن فقط باید تحمل کنه و بسوزه و ساکت باشه. نمیخوام پسرم یاد بگیره که مرد آزاد باشه ولی زن محدود. ولی خودم هم نمیدونم چجوری باید تغییر کنم. تنها راه تربیت سالم رشد مادره و اصلاح الگوهای درونی. بچه‌ها با دیدن والدینشون روابط رو یاد میگیرن. اگه نسرین بتونه مرز بذاره، خودشو کشف کنه و با شوهرش یه گفتگوی سالم داشته باشه، بچه هم الگوی سالم تری رو یاد میگیره. کامران، چه احساسی داری وقتی نسرین میگه ازت میترسه یا بهت بی‌اعتماد شده؟ واقعا خب ناراحت میشم. من نمیخوام بد باشم، ولی گاهی انقدر کنترل میشم که انگار دارم خفه میشم. شاید منم اشتباهاتی داشتم ولی نمیخوام همش متهم باشم. این احساس گناه دو قطب فرامن سختگیر و نهاد آزادخواه توی روان کامرانه. اون باید مسئولیت کاراشو بپذیره ولی همزمان یاد بگیره که خواسته‌هاش رو شفاف و محترمانه بیان کنه، نه پنهونی و انکارگونه. اگه هر دوی شما بخواید با هم ادامه بدین، آماده این که مرزهای مشترک تعریف کنین برای روابط، برای فضای شخصی، برای آزادی؟ من اگه مطمئن شم که دیگه پنهانکاری و صحبت‌های مبهم وجود نداره، آره میتونم بپذیرم که اونم فضای خودشو داشته باشه. اگه نسرینم درک کنه و اجازه بده خودم باشم، چرا که نه، ولی باید قضیه دو طرفه باشه دیگه. این توافق شروعیه برای یه بازسازی قرارداد روانی بین دو تا زوج. حالا میتونن به جای ایفای نقشای سنتی با گفتگو مرزهای روشن‌تری بسازن که هم آزادی فراهم کنه هم امنیت. به نظر من الان دیگه وقتشه که بین شما دو نفر ببینیم هنوز جایی برای ترمیم هست یا نه. نسرین، از وقتی کامران بیشتر از احساسات خودش گفت، چه چیزی توی تو تغییر کرده؟ راستش یه بخش کوچیکی از من هنوز امیدواره. این که شاید حرفای اون فقط برای دفاع از خودش نیست، بلکه واقعا یه دردی درونش داشت. ولی اعتماد نه، هنوز کاملا برنگشته حقیقتش. چون هنوز اون ترسی که تو وجودمه که نکنه یه روزی دوباره با یه زن دیگه صمیمی بشه یا نکنه خیانت کنه هنوز هست. نمیتونم انکارش کنم. میدونم اعتماد یه تیکه آینه است که وقتی میشکنه با چسب بر میگرده ولی تصویر قبلی رو دیگه کامل نشون نمیده. تو الان توی مرحله سوگواری برای تصویر ذهنی هستی که از رابطتون داشتی. این عزاداری طبیعیه، اما در این حال اگه کامران بتونه به جای دفاع با تو همدلی کنه، تکه های شکسته راحت تر سر جاشون میشینن. کامران، تو چی؟ احساس میکنی جایی برای ترمیم هست؟ آره، ببینین من قبول دارم که تو بعضی از رفتارها بی ملاحظگی میکنم، شاید از سر بی توجهی نه خیانت، ولی واقعا دوست ندارم نسرین با هم مثل متهم رفتار کنه. منم دلم میخواد یه جای امنی داشته باشم، یه خونه‌ای که وقتی واردش میشم حس کنم کسی هست که درکم کنه. بسیار خوب، خیلی خوبه. هر دو شما دارید از جایگاه نیاز حرف میزنید، نه فقط شکایت. این نقطه شروع ترمیمه. حالا بریم سراغ سوالی که میخوام بپرسم. کامران، اگه نسرین ازت بخواد به طور کامل با زنها و خانمهای دوروبرت مرز بذاری، حتی اگه بی قصد باشه، تو چه حسی داری؟ چه چیزی درونت مقاومت میکنه؟
حس میکنم انگار قراره از خودم دست بکشم. من خب آدم اجتماعی ام، گفتم معاشرت میکنم. اگه یه همکار زن تو شرکتی شوخی بکنه یا احوال پرسی کنه نمیتونم بی احساس باشم که. اینکه بخوام دائم مراقب باشم خسته کننده است حقیقتش. کامران، این خستگی بیشتر از محدود شدن نمیاد، این از هویتی که مشخص نیست میاد. تو هنوز به روشنی نمیدونی که توی این ازدواج مرز رفتاریت کجاست. یه بخشی از تو هنوز داره طبق الگوی پسر مجرد زندگی میکنه، اما پدری، همسری، داشتن نقش یعنی داشتن مسئولیت آگاهانه. نسرین، اگه قرار باشه به کامران اجازه بدی که خودش رو حفظ بکنه و در این حال به تو اطمینان هم بده، چه خواسته ای داری که عملی بشه؟ ببین، یه خواسته ای که فقط آرمانی هم نباشه ها، قابل انجام باشه. میخوام اگه کسی از زنا باهاش تماس گرفت مثلا خودش بهم بگه، پنهون کاری نکنه، حتی اگه حرف خاصی نباشه. اینجوری حس نمیکنم که داره چیزی قایم میکنه. دلم میخواد وقتایی که با من تنهاست گوشی بذاره کنار که احساس کنم که من اولویتشم. این خواسته ها نشونه کنترل نیست، نشونه تشنگی برای دیده شدن. تو نسرین نیاز داری دیده بشی، نه فقط توی نقش مادر یا همسر، بلکه به عنوان یک زن. و کامران، اگه تو بتونی نیازش رو به رسمیت بشناسی، حتی بدون تغییرهای خیلی سخت میتونی صمیمیت رو برگردونی به این رابطه. حالا میخوام از هر دوی شما بپرسم صمیمیت برای شما چیه؟ نه فقط رابطه جنسی، بلکه تو عمق احساس چه شکلیه؟ برای من مثلا صمیمیت یعنی این که یه شب بی هیچ حرف خاصی کنارم بشینه، دستمو بگیره، به هم بگه خسته شدی، امروز چطور بود، از روزت بگو. اینکه بتونه بغضمو بفهمه. آها، خب نظر تو چیه کامران؟ برای من صمیمیت یعنی این که وقتی از سر کار مثلا برمیگردم کسی باشه که ازم استقبال کنه، نه فقط با حرف، با حال خوب، نه اینکه اخم کنه، غر بزنه یا بازجویی کنه. صمیمیترین لحظه برای من وقتیه که همدیگه رو بدون گارد ببینیم. صمیمیت به زبان شما یعنی احساس امنیت، لمس، کلام، همدلی. اما گاهی این صمیمیت توی اتاقای زندگیتون گم میشه، چون پر از قضاوت و ترس شده. کار شما اینه که فضا بسازید، فضا برای یه نگاه بی‌دفاع، نه فضا برای بازجویی، نه سکوت. و این شدنیه، کار سختی نیست. سوال آخرم در مورد فرزندتونه. هر دوی شما چه کاری میتونید بکنید که فرزندتون یاد بگیره که عشق سالم یعنی چی؟ من باید یاد بگیرم که خودم عزت نفسم رو از رفتار کامران نگیرم، تا پسرم یاد بگیره که زن بودن یعنی داشتن شأن، نه قربانی بودن. آها، کامران تو نظرت چیه؟ خب فکر کنم من باید رو خشمم، بی‌حوصلگیام و نگاهام کار کنم. نمیخوام پسرم فکر کنه که زنها برای سرگرمیان. مثل اینکه باید در مورد تعهد بازنگری کنم توی فکرم. خب خیلی خوب پیش رفتید. شما الان توی مرز بین بازسازی و بازگشت به تکرار هستین. برای اعتماد سازی باید اول رفتار شفاف و قابل پیش بینی نشون بدین، هیچ پنهون کاری نباشه وسط. فضای گفتگوهای هفتگی 2 نفره بدون قضاوت بسازین. هر روز حتی خیلی کوتاه لمس، نگاه و یه جمله محبت آمیز داشته باشین. اگه این ستا رو تمرین بکنین، نه تنها اعتماد برمیگرده بلکه عشقتون تازه تر هم میشه. باید بگم که ما توی تمام این جلسات با ترس‌های پنهون، نیازهای نادیده گرفته شدن و تعارض‌های حل نشده روبرو بودیم. بازسازی اعتماد یعنی بازسازی خود زخمی شده درون شما نسرین جان، و بازشناسی مسئولیت پذیری و تعهد در تو کامران. اگر صمیمیت واقعی میخواید باید از لاک دفاعیتون بیرون بیایید و با شجاعت خود واقعیتون رو به دیگری نشون بدین، بدون نقاب، بدون قدرت نمایی و بدون گریز.